درسته، همین گونه است، کاملا درست گفتید. شوربختانه یکی از پتیارگی ها، واژه پتیاره رو من به چم آسیب رساندن به کار میبرم، این واژه همین هم هست، جز این آرش دیگری ندارد. شوربختانه بدگونه ای بر زبان ایرانی، بر زبان برخی از گویندگان افتاده است، ولی من واژه پتیارگی رو برای گونه ای آسیب رساندن به کار میبرم و درست هم هست. یکی از این کارمایه های آسیب رسان بر پیکر ملت ایران همین نداشتن باور به یکدیگر است، یا به گفته شما عدم اعتمادی است که ما به همدیگر داریم، یکدیگر رو نمیپذیریم. از همین راه هست که دشمن توانسته است در میان ما رخنه کند. یکی از سخنان بجامانده از آن اهریمن بزرگ خمینی گجستک که به دوزخ شتاف تا دوزخ را نیز به گند بیالاید این بود که دانشجویان و دانش آموزان و کودکان را وامی داشت تا جاسوسی پدر و مادر خود کنند، آموزگار را وامی داشت تا جاسوسی شاگرد خود کنند، شاگرد را یاد میداد برمیانگیخت تا جاسوسی آموزگار و دبیر خود کنند و بدین ترتیب حتی زن و شوهر. و دیدیم که مادرانی حتی که فرزندان خود را به پای چوبه دار فرستادند و دیدیم حتی مادر ایرانی خرد باخته را که برای پایداری حکومت خمینی تناب دار را بوسید و سپس بر گردن پسر یا دخترش انداخت. همه اینها روی هم رفته انگیزه هایی شدند که انسان ایرانی ناباورمند شود، خود را تنها بباورد، حتی گاه به خود هم باور نداشته باشد، نه به برادر، نه به خواهر، نه پدر، نه مادر، به هیچ کس اعتماد نکند. شوربختانه این از هم جدایی در میان ما پدید آمد و جمهوری اسلامی بسیار زیرکانه توانست این کار را بکند و میبینیم که امروز هم با فرستادن برخی از کسان به نام پیکارگران سیاسی کسی را میفرستد به زندان و ما نمیدانیم این چگونه زندان است، چه زندان خوبی است. ای کاش که ما هم میتوانستیم به چنین زندانهایی راه پیدا کنیم. زندانی که میتواند 2 یا 3 تا تلفن موبایل داشته باشد، زندانی که میتواند با خبرنگاران کشورهای بیگانه به گفتگو بنشیند در درون زندان و دردش را نشان بدهد، پس از چندی آن زندانی از زندان آزاد می شود یا به گونه ای می گریزد از کشور، مرخصی می گیرد و از آن مرخصی می گریزد، به برون از مرزهای کشور می آید و از سوی اپوزیشن با آغوش باز پیش باز می شود و می بینیم که پتیارگی ها آغاز می شود. چگونه می تواند؟ یکیش همین کسی است که گفتم، سردار که به آمریکا آمده است در کالیفرنیا، و دیگری فرض بفهمید که کسانی که از ایران می آیند، پسر محسن رضایی، نوی خمینی، خود همین سازگارا یا بس بسیاران دیگر که آمدند و خود را دانشجو نشون دادند. حالا من یکی یکی همه را نام نمیبرم، کسی که خود را دانشجوی زندانی شناساند به مردم ایران و بسیارانی دیگر که آمدند و پتیارگی های بسیار کردند. از زشترینشان اکبر گنجی بود و هست که آمد بیرون به عنوان یک زندانی سیاسی که 50 روز هم روزی سیاسی گرفته بود. به هر روی این گونه پتیارگی ها که به فرمان و با اراده خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام گرفت، مغز و خرد و روان ما ایرانی ها را جویدند و این گونه ما را از هم دور کردند. به راستی میتوان گفت که ما را از هم پراکندند که نمیتوانیم امروز با هم گفتگو کنیم. اگر در میان یکی از هزاران سخنی که شما گفتید یک سخن اندکی ناخوشایند فلان گروه باشد، همه هزاران سخن و هزاران واژه زیبای شما را نادیده میگیرند، همون یک واژه را میشسبند که آقای دکتر ملک نیازی چنین گفت یا همر آبرامیان چنین گفت. همه را نادیده میگیرند که شما اون اراده شما، اندیشه شما، جهانبینی شما که بسیار بسیار نیکوست و بسیار خجسته، همه را نادیده میگیرند، ولی اگر یک اشتباهی رخ داد همون را بزرگ میکنند، آگراندیسمان میکنند تا جدایی بیفکنند. ولی با این همه ما از پا نمی نشینیم و بسیار بسیار شادمانم که از دهان شما نیز این شنیده شد که شما هم از پای نمی نشینید برای ایجاد همبستگی و پیوستن‌های تنگتر میان جنبش‌های به ویژه جنبش‌های تبارهای گوناگون ایرانی. من یک بار دیگر نام میبرم، چرا
این نام‌ها رو من پیاپی میبرم. جنبش بلوچستان از دید من جنبش بسیار بسیار خجسته و فرخنده است که باید این جنبش را نه تنها یاری رساند بلکه باید از آن یاری گرفت. جنبش آذربایجان که این جنبش بسیار خجسته است باید به یاریش شتافت و از آن یاری گرفت. جنبش کردستان باید به یاریش شتافت و باید از آن یاری گرفت و همه این جنبش ها را در یک جا باید به هم پیوند زد تا بتوانیم یک گروه رهبری پدید بیاوریم، یک مدیریت در کار سیاسی و این بباوریم، هم میهنان ما این را باور کنند، بباورند که بدون یک مدیریت درست در کار رزماوری، رزم ما و پیکار ما با حکومت ننگین اسلامی هیچ دستاورد خوبی نخواهد داشت و ما این کاروان را نخواهیم توانست به خوان پیروزی برسانیم، مگر اینکه یک گروه رهبری خوب داشته باشیم و این گروه رهبری بتواند از بهترین مدیریت برخوردار باشد.